این مردم عوام سیافتش پروش کسا دارن میاد همه نماز میخونه میخیزه میره. اینم اگر که بشرطی که من برای شما نفهمونم که بچه‌های خوب شما از شیعه پرهیز بکنید که شیعه دشمن است. کشتگی شیعه را نخرید. روافیزه از قفاش در مذهب معظم از قفاش خوندن درست نیست. این فتوای بلد حرام، فتوای مکه و مدینه. یک باب داره که از قفای روافیز نماز خوندن درست نمیشه و مذبوحش هم حرام است کشتن. خوردنش حرام است نمیشه. این همی سخنان را که شما نشنوید شما عقیده را کجا میگیرید؟ و باید عقیده اهل سنت و جماعت از دوره خلافت حضرت علی کرم الله وجهه بیشتر تا حاضر ما با چی داریم؟ ما ضدیت داریم. در عقیده ما اختلاف نمیآید. ما چه خیلی وارد دوست داریم که صحابه پیغمبر خدا بغیر چون شمش کافر میکنن. ما چه خیلی شیعه را دوست داریم که او بگن که جبریل خطا کرد باید علی را میآورد محمد را. چه موارد دوست داریم؟ ما شیعه را دوست نمی‌داریم خدا شاهد است و کسی شیعه را تعریف میکنه دوست نمی‌داریم. شیعه او ترابیست است. کسی شیعه را از منبر تعریف میکنه او ما دوست نمی‌داریم. برای چی؟ برای که من احب قوما فهو منهم. کسی کدام قومی را دوست داره هم قدیمه خیزه. خدا شاهد است که کسی شیعه را تعریف میکنه ما دوست نمی‌داریم. شما هم دوست ندارید. شما جایی که صحابه موندگی اهل سنت و جماعت موندگی کسی شیعه را تعریف میکنه ما رو دوست می‌دارید؟ نه دوست ندارید شما. خودش دوست می‌داره برای دوست می‌داره خود میکنه که ما شما دوست نمی‌داریم. ما شیعه را دوست نمی‌داریم و کسی شیعه را تعریف میکنه او را دوست نمی‌داریم. هم ماشین همین مولا علی قاری حنفی میگه که قاعده روافیز نشانه داره بشناسید ای منبر فقط صحابه را تنقید میکنه. مولا علی قاری میگه نشانه میگه که شیعه را بشناسید شما از منبر رسول اکرم صحابه را فقط تعقیب میکنه. شما بشناسید میگه نشانه روافیز